سپاه شیری میاد داخل و میره بیرون. و دقیق‌تر بخوای بگم یه سفینه باستانیه که توی اون قطعه سنگ بزرگ، تخت سنگ بسیار بزرگ، توش حیات وجود داره، حیات هوشمند. موجوداتی توی اون تخت سنگ هستن که اکسیژن و مواد غذایی رو داخل اون سنگ نگهداری میکنن و تردد میکنن. خطری برای ما نداره، ولی بله یه سری موجودات هوشمند که با من ارتباط گرفتن اتفاقا چند وقت پیش، حدود چند ماه پیش، گفتن ما از اطلس 3 هستیم. ردگیری کردم و متوجه شدم که از منظومه ما رد میشن. با ما کاری ندارن، فقط دارن از منظومه ما رد میشن. خاستگاه و هدف جایی که میخوان بهش برن کانستلیشن، در واقع کانستلیشن آلفا قنتورس هست که ما اون رو آلفا سنچوری میشناسیم. هدف نهاییشون در واقع رصد منظومه آلفا سنچوری هستش. اصلا با منظومه ما کاری ندارن، ولی یک سفینه باستانی به شکل تخت سنگ بسیار بزرگ که توی تخت سنگ یه عالمه فضای باز وجود داره و موجودات زنده توش تردد میکنن و زندگی میکنن. ببینید قبل از اینم بوده یه سفینه فضایی بود، ماو یا همچین اسمی داشت، درست یادم نیست. حدود 4-5 سال پیش یه سفینه باستانی دیگه از صخره و سنگ، کارشون جای دیگه است. ما هم هیچ کارباری ندارن. مقداری موجود زنده هستن که دارن تردد میکنن و با بعضی از چنلرهای زمین ارتباط گرفتن، مخابره کردن که ما یک در واقع کپسول باستانی هستیم که داریم حیات رو نقل مکان میکنیم به جای جدید و هدف اولشون در طی چند سال آینده منظومه آلفا قنتورس و بعد از اون میرن به سمت منظومه تارس و از اونجا از سیطره جهان ما خارج میشن و در واقع جای هیچ گونه نگرانی نیست. ولی خب تعدادی موجود چنلر داخلش هستن که با افرادی در زمین ارتباط میگیرن و جز ارتباط و اطلاعات که با بشر تبادل بکنن کار دیگه ای نخواهند کرد. به اون صورت جای نگرانی نیست و خیالتون راحت باشه.